بریم سراغ سوال 60. میگه x اولین عنصر غیر واسطه جدول دوره‌ای است که در آرایش الکترونی اتم آن شمار ال مساوی 1 یعنی پی برابر شمار الکترون های ال مساوی 2 یعنی دی. بچه‌ها زمانی که من 3D دارم 3D مسلماً 3P من پر شده 2P منم پر شده، پس هیچ جور من 12 تا پیم با تعداد دیم یکسان نمیشه. پس این دی که پر میشه با پیا یکسان نمیشه چون پیا بیشتر شد. میام تو گام بعدی چی پر میشه؟ 4D10 پر میشه که اینجا 4P من 6 شده، یعنی الان تعداد پیام 18 تاست ولی تعداد دیام 20 تاست. پس میرم جلوتر 5s2 5p2. الان من 20 تا الکترون توی دی دارم بچه ها، 20 تا الکترونم توی پی، 2p6 3p6 4p6 و 5p2. بگذاریم که خارج شد از اصول کتاب درسیمون ولی قلع 50 خواهد بود. حالا نمیدونستیم قلع اشکال نداره، 50 خلاصه 50 از روی 5p2 حتی اگه نفهمی 50 نفهمی قلعه، از روی 5p2 5s2 میفهمی که در گروه 14 جدوله. وقتی در گروه 14 جدول آرایش الکترون نقطه‌ایش 4 تا تک نقطه است، پس جوابت گزینه 1 خواهد.